سلام هموطنان عزیز و گرامی. در سلسله برنامه نوبتی بیداری جوانان میخواهم در موضوع محبوسان سیاسی صحبت کنم که همه آزادی خواهان و دوستداران وطن را این گروه خودخواه بی‌دلیل و بهانه‌های بی اساس پس پنجره یا به قتل رساندند. سبب اصلی در صدا بلند کردن علیه ظلم، قانون‌های ضد ملی و دفاع از حق شما مردم شریف تاجیک بود که این همه فرزندان این ملت را زیر شکنجه یا به قتل رساندند. وگرنه آنها را چی زور آمده بود که این همه زندگی و آغوش گرم فرزندان را رها کرده زیر ظلم و شکنجه این ظالمان قرار گیرند. طبق آمارهای به دست رسیده زیاده از 200 نفر اعضایان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، 13 نفر عضو شورای سیاسی و 2 معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محمد علی حید و سید عمر حسینی که طبق گفته‌های ادوکات بازداشت شده‌اش بزرگمهر یاروف که از وظیفه رئیس شهر تا وزیری را پیشنهادش کردند، ولی او این همه را رد کرده حق مردم جبر دیده و این ملت خود را از همه گونه منصبی که این گروه آمادند برای این منصبها جان خود و هزاران نفر را قربانی کنند بالا دانست و پهن کردن این خبر باعث شد که حقوقشناس بزرگمهر یاروف را نیز پس پنجره کنند. ناگفته نماند یگانه زن و مادر مبارز بین آنها ظرفا رحمانی که یک حکومت با تمام نیروهایش شرم نداشته خود را در برابر یک زن قرار داده هراس داشته است که زن توان تبدلات دولتی داشته است و او را روانه زندان نموده 5 فرزند او را بی سرپناه گذاشتند. اینچنین یکی از فرزندان آزادیخواه و وطن دوست اصیل این ملت زید سعیدوف که از تاجران موفق در آبادانی وطن و سخاوت به مردم خود سهم بی‌نظیر داشت. با این همه عملهای نیکش محبوب دلها گشته بود که این موفقیت و محبوبیتش باعث گشت که رئیس جمهور حاضر امامعلی رحمانوف او را در برابر خود رقیبی به مراتب ارزنده تر دانسته او را به مدت 29 سال روانه زندان کرد. علاوه بر این چندین تن دیگر از برادران شجاع و آزادی طلب به مانند مقصود ابراهیموف، امیدجان صالحوف، احسان آدینیف و دیگران که تنها دعوت از آزادی خواهی از این حکومت خودکش بیگانه پرور را میکردند، نه اینکه به طور استرداد بلکه جنایتکارانه آنها را از قلمرو روسیه دزدیده در وطن به مدت‌های طولانی پس زندان کردند. هموطنان عزیز، آیا همین است دولت حقوق بنیاد و دموکراسی که ما و شما انتظار داریم؟ همه این مصیبت بر سر ما و شما این پیشوای خودخوانده با دست تیمومین یتیو و وزیر کارهای داخله رمضان رحیمزاده آورد. از روزی که اینها به سر قدرت رسیدند ظلم و قانون شکنی و عملهای ضد ملی به اوج خود رسیده است. عقل را خداوند از اینها گرفته است، وگرنه چگونه در سطح یک دولت دلیل بی‌منطقانه آورده حزب معتدل قانونی را بستند که گویا هنید یا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به سابق معاون وزیر مدافع حاجی حلیم نظرزاده $1,000,000 داده باشد، در حالی که خود آنها از طریق تلویزیون‌های دولتی اعلام کردند که دارایی سابق وزیر دفاع زیاده از $25 میلیون است و حاجی حلیم با آن رتبه بلند حربیش خوب می‌دانست که بعد صادر نمودن چنین یک عمل همه دارایی‌هایش مصادره می‌شود، ولی او دیده و دانسته آن همه 25 میلیون را
برای شما واگذاشت تا خزینه‌هایتان را باز هم پرتر کنید و آمد سراغ حزب نهضت تا به او $1,000,000 دهند. کجاست منطق؟ چنین یک فهمیش در سطح وزیران شرم‌آور است. همین است که با شرافتی درک والای شما به تروریست بودن نهضت کسی یا سازمان باور ندارد. اکنون که این همه قضیه ها تمام شدند، چند ماه است که قضیه برای سرخوشی ندارد و خماری وحشانیتتان فرا رسیده است. پیرمردی بیماری 95 ساله را برای بر ضد فرزند خود گپ زدن فشار می آورید. جای تأسف است. این را نوجوانمردی هم گفته نمی شود که با زنان و پیرمردان و معیوبان ناتوانان مبارزه برند. تنها گفتنی هم که انسانیت را فراموش نسازید. شیخ بزرگوار سعدی شیرازی در وصف این گونه شخصان گفته است: گاوان و خران بار بردار به ز آدمیان مردم آزار. ای مردم عزیز، ببینید که چگونه نفران بر سر ما و شما حکمرانی دارند. به تفاوت نباشید، وگرنه امروزها بر سر همه ما نوبت به نوبت خواهد آمد. کسانی بودند که می گفتند این عملها تنها به زید سعید و محیدین کبیری و دیگران دخل دارد، ولی دیدیم که با ماوراءالنهر سرپرستی تیم فوتبال روشنی کلاب، بازار اینام، مرکز سودای سوم و فانون بانک چی کار کردند. و خواهید دید که با تاجیک صادرات بانک و اگرا اینوست بانک و همه ما و شما در آینده چی خواهند کرد. سر نفس اینها را اگر یک جایه با صدا بلند کردن نگیریم، روز بعد تمام کشور را با نسل امروز و فردا فرو خواهند برد. اینها یگان ارزش را قائل نیستند که صد رای آنها شود. با تأیید محب الله اسدالله زاده که نفر از این گروه است، شعار دائمی این گروه به نامرد باشیم زنده باشیم تبدیل گشته است. این جای تأسف است که یک ملت چنین یک سرور چنین یک راهبران دارد.